جای تأسف است که امروز مسجدها بسیار شده یا اما نمازگزار کم شده. قسم به الله مسجدها خالی ای جوانی امتی رسول الله صلی الله علیه و سلم. هرگاه داخل مسجد میشی نظر کن، نظر میکنی یک چند پیرمردی برجا خورده در صف راست ایستادیانه، جوانهای امت رسول الله صلی الله علیه و سلم انگشت شمارند. کجا در این جوانی امت رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ کجا در این عمر گناه ها؟ کجا در این علی گناه ها؟ کجا در این بلال گناه ها؟ کجا در امروز در نماز خفتن بجای که صف مسجد جوان پر کنه، بجای اونه که صفهای مسجد پر ای جوان باشه، نعوذ بالله صفهای دیسکوتک های تاجیکستان جوانی امت رسول الله در وقت نماز خفتن پر کردگی. حقیقت ای گپ در دیسکوتک زیاده از 300 نفر به گناه آلودن